إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وزدنا علمنا يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و سامعین محترم، و فضل و کرم الله سبحانه و تعالی در خدمت شما قرار داریم انشاءالله. از درس حدیث. خب، از درس حدیث و در کتاب ایمان فصل دیگه مونده انشاءالله که رسیدیم. خب، حدیث نمره 29، رقم 29. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ قال، معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على ما يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. انشاءالله که آوازهای من خوب بیاین. از معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه حدیث روایت است که معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه فرمودند برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودم: یا رسول الله، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة و یباعدنی من النار.
مرا یک خبر بده، یک خبری بده با یک عملی را انجام دادن که با توسط انجام دادن و عمل من داخل جنت بشم و از آتش جهنم دور شم و دور شم از آتش جهنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لقد سألت عن امر عظیم، ماشاءالله تو بسیار یک کار بسیار بزرگ پرسان کردین که ای شیء عظیم او سؤال عظیم، یعنی سؤال بسیار بزرگ را ایمان پرسان کردی خودت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوام فرمودن و انه لیسیر علی من یسره الله تعالی علیه، و البته لیکن این کار در واقع بگیریم اگر واقعیت خیلی آسان است، خیلی آسان است برای کسی که الله سبحانه و تعالی او را برای آسان بگردونه، خیلی کاری آسان است. یکم همین که تعبد الله ولا تشرک به شیئا، الله سبحانه و تعالی را عبادت میکنی و چیزی به الله سبحانه و تعالی شریک نمیاری، تنها و تنها الله رب العزت را عبادت میکنی و چیزی را به او شریک نمیاری. این یکم. درست شد؟ خب دیوم این که و تقیم الصلاة، نماز رو برپا میداری، نماز میخونی و تؤتی زکات، زکات رو چکا میکنی؟ ادا میکنی، حقی زکات در پل در زکات رسید او را میتی. و دیگر این که و تصوم رمضان، ماه روزه ماه رمضان وقتی آمد روزه میگیری و تحج البیت، خانه بیت الله خانه کعبه رو حج میکنی. و بعد از اون فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم که الا ادلک علی ابواب الخیر، آیا راهنمایی نکنم ترا، دلالتی نکنم ترا بر دروازه های بهترین، دروازه های خیر ترا راهنمایی نکنم؟ بعد از اون میگه من گفتم که انا، بعد میگه گفت در جواب گفت که الصوم جنتون، یعنی روزه گرفتن این سپر می باشد. جنتون به معنی سپر، یعنی لانه یقمع الهوى و الشهوات، چون که شهوت ها و هوا و همین حواس همین چیزا را از بین میبره، قلع قم میکنه. و بعد از اون میگه گفت که و صدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. منظور در اینجا اوجا ذکر کردنه رسول الله صلی الله علیه و سلم و تصوم رمضان گفت روزه را بگی، او روزه رمضان است، روزه فرضی. و در اینجا گفت که آیا راهنمایی نکنم بر دروازه های بهتری، دروازه های خیر؟ اینجا که الصوم جنتون منظور روزه هایی که نفلی، روزه های نفلی، روزه های مثلا دوشنبه، سه شنبه، روزه هایی که با مثلا پنج شنبه و روزه دوشنبه میگیری، یا اینکه اون ای هر یک ماه 3 روز روزه میگیری، ای اولش، ای آخرش، ای نیمش که ماهای مثلا هجری قمری باشن سنت است. و همین. و دیگر اینکه زکات رو هم گفت در اونجا و تؤتی زکات، در اینجا میگه که و صدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. این همین صدقه هایی که غیر زکات، غیر فرضی داده میشود، ای را گفت که این صدقه دادن خاموش میسازد خطاها را، همچنان که خاموش میسازد آب آتش را. سبحان الله. خطا و گناه و معصیت خیلی چیزی گرم برادر عزیز، باعث میشوند اینکه انسان ببرند در جهنم بدوزند. به همون خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود صدقه دادن خاموش میسازد خطاها را، همچنان که خاموش میسازد آتش، آب آتش را. خب و دیگر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و صلاة الرجل فی جوف اللیل، این از ابواب خیر است که مرد در حالت
نصف شب که مردم در خواب هستند میخیزه نماز میخونه. خب همچنین یعنی کذالک تطفئ الخطیئه، همینم خطاها را از بین میبره نماز خواندن در دل شب. بعد از اون میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کرد سوره مبارکه سجده آیت 16 تا 17 رو تلاوت کرد که فرمود استعیذ بالله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یعنی مؤمنان واقعی پهلوهای نمی بغلهایش از بسترها به دور می شود، یعنی بستری از بستر خواب می خیزه، از خواب شیرین و خواب شیرین رو ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می پردازند و پروردگار خود را با بیم و امید و فریاد می خوانند و از چیزهایی که بدشان داده ایم می بخشند. فتجافا یعنی رها و دور می شوند. جنوبهم یعنی پهلوهایشان، عن المضاجع ای جاهای خواب، ای رخت خواب، و به خاطر او یدعون می خوانند پروردگارشان را دعا می کنند در حالی که می ترسند از خوف و طمع می کنند پاداش الله سبحانه و تعالی را و از چیزهایی که به اونها داده می شود انفاق می کنند، رزق. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. الله سبحانه و تعالی می فرماید هیچ کس نمی داند در برابر کارهایی که مؤمنان انجام می دهند چی چیزهای شاد آفرین و مسرت بخش برایشان پنهان شده است. یعنی نمی داند نفس آن چیزی که مخفی نگاه داشته است برای آنها از چیزهایی که سبب قرة اعین می شود، یعنی خوشحال کننده چشم آنها و یعنی پاداش و مقابل آن عملهایی که انجام دادن هیچ کس نمیدونه. در جنت الله سبحانه و تعالی به مقابل عملهای ما چیزهای مسرت بخش را مخفی نگاه داشته. سبحان الله. تو اینجا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت رو 16 سوره مبارکه سجده رو تلاوت کرد. بعد از اون میگه گفت که ثم قال الا ادلک برأس الامر و عموده و ذروة سنامه، آیا من دلالتی نکنم تو را به سر همه همین کارها، یعنی سر همین دین در رأسش، و عمود این یعنی ستمش که با اون دیگه چیزها با او تکیه میکنن، و ذروة سنامه و بلندترین قلهش، و بلندترین قلهش. خب گفتم بله یا رسول الله، بله یا رسول الله، دلالتی کن مرا. خب بعد از اون میگه فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم که رأس الامر الاسلام، یعنی امر الدین، این امر دین یعنی سر همه کارها اسلام است. اگر انسان مسلمان نباشه انجام دادن این کارها همش بربادن. و دیگه و عموده الصلات، وقتی که اسلام آوردی ستون همین دین نماز است، نماز. و گفت که و ذروة سنامه الجهاد، بلندترین قله. ذروه گفته اصلا بلندی را میگن، سنام گفته همین کوفشتر را میگن، یعنی کوفشتر همین شترهایی که کوف دارن بلندترین قولش در همون موضع شتر همون کوف شاید همه جای بلندش. جهاد را به همون تشبیه میتیه رسول الله صلی الله علیه و سلم که خیلی قوله بلند است. سبحان الله. الله رب العزت و الجلال دوام میکنیم بنده های موحد و مخلص از نعمت جهاد برخوردار بگردونه و از لذت و نعمت جهاد اونها را بهره‌مند بگردونه که در اینجا واقعا مؤمن موحد باشی. در اینجا که همچنانی که در یک چیزی بلندی میبروی، انسان یک کوه بلند میبروی، زیر میبینی هر چیز تشخیص میدی، کدام خونه خوبه، کدام خونه بیزیبه، کدامش خشروه، کدام جو، همین چیزا را تشخیص میدی. همچنین جهاد یک عبادت هست که الله سبحانه و تعالی کسی را این نصیب کنه، چیزهایی که یعنی هر چیز دیگه تشخیص میدی.
خوب و خراب رو. از این لحاظ ذروت السنام میگه رسول الله صلی الله علیه و جهاد، بلندترین قوله اسلام. بعد از آن گفت که رسول الله صلی الله علیه و که الا اخبرک بملاک ذلك كله، آیا من خبر ندهم تو را به پایه و اساس همه اینها؟ گفتم که بله یا نبی الله، ای نبی الله بله مرا خبر بده. بعد از اون میگه فرمود که فاخذ بلسانه، میگه رسول الله صلی الله علیه و همین زبانش به دست، زبان مبارک گرفت، گفت که کف علیک هذا، علیک هذا ای مما لا یعنی، این همین زبان بگی نگاه بدار از چیزهایی که معنی ندارن، از چیزهایی که معنی ندارن، گپی که بی معنی ای، اساس معنی و مدرک نداره، از همون چیزها چکا که زبان نگاه بداره. بعد از او معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه میگه که من فرمودم یا نبی الله و اینا لمؤاخذون بما نتکلم به، آیا ما را گرفت میکنه الله میگیره، پرسان میکنه، عذاب میتیه و مقابل همین گپایی که ما گپ میزنیم؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که سکیلت که امک یا معاذ، مادرت به عزایت بشینه، یعنی فقدت که گمت کنه مادرت ای معاذ. و هل یکب الناس فی النار علی وجوههم علی مناخرهم الا حصائد السنتهم، آیا همین که مردمی که بر روی چهره و بر روی بینی میروند در جهنم جمع میشوند، اینها را بر جهنم نمی اندازم مگر اون چیزی که حاصل زبانهایشون، همین نیست که اینها را میبرد در جهنم میدوزه، گپی کفر میزنن، گپی شرک میزنن، گپی قبیح میزنن، همش همینه که نتیجه همین زبان نیست؟ آیا میگه همین خیلی گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سبحان الله. به همون خاطر برادرای عزیز در این شب روز حساس، وقتهای حساس کوشش بکنیم زبانها تر باشن، همیشه با ذکر الله و با گفتن کلمه لا اله الا الله و با سخن خوب و با تلاوت قرآن و این چیزها، تا اینکه در اینجا حصائد اصلا چیزی که درو میکنه، دهقان درو میکنه، کشت میکنه و امور درو میکنه، امور میگن در زبان عرب حصائد، یعنی انا کشتی که زبان کشت درو میکنه. زبان چی را درو میکنه؟ یعنی تشبیه میدهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی را که تکلم میکنه، گپ میزنه با او انسان، به زراعتی که او را درو میکنه انسان، و دوست قطی دوست، به خاطر که این دوست میگه ای بلاغت نبوت صلی الله علیه و سلم، ای چیزی طرز سخنرانیش نگاه کنه، به خاطر که میگه که المنخل یقطع ولا یمیز بین الرطب والیابس والجید والردی، همین دوست که در بین همین کشزار زدی دیگه او فرق نمیکنه، تمیز نمیکنه که این علف تر، این گریش خشک، این مثلا چیزی در کوری، این نهال در کوری، ایش در کوری نیست، همه را ایال اومد روه. همچنین زبان انسان همه خیلی است که بعضی مردم تکلم میکنن سبحان الله بكل نوع من الكلام حسنا و قبیحا، دیگه فرق نمیکنه، گپ خوب میزنه بد میزنه اون زده رفته ایستاده است. و همون خاطر این باعث میشه که بر روی چهره و بر همین بینی الله سبحانه و تعالی ببره در جهنم بدوزش، نعوذ بالله. خب و از ابی امامه رضی الله عنه روایت است که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان، رواه ابو داود. همچنین امام احمد هم روایتش کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که دوست می‌دارد به خاطر الله سبحانه و تعالی، یعنی
دیگه عمل ها را هم چند عمل در اینجا الله سبحانه و تعالی ذکر کرد. دو تاش وابسته به قلب انسانان، دو تاش وابسته به جوارح انسانان. مثلا دوست داشتن مربوط دل انسان میشه. هر کسی که دوست می‌داره وابستگی به دل انسانه، و هر کسی که بغض میکنه، بغض می‌ورزه نسبت به یک چیز، این نسبت به دل انسان وابسته میگیره. و چیزی که میتیه انسان، مال مثلا به دستش میتیه، من میکنه نمیتیه به دستش میکنن کورا. خب پس کسی که این کارها را خاص به خاطر الله کرد، چیزی را داد به خاطر الله بتیه، چیزی که نمیتیه به خاطر الله نتیه، چیزی که مثلا انا بد میبینه به خاطر الله بد ببینه، نه به خاطر چیز دیگه. چیزی که دوست میداره به خاطر الله، این انسان ایمانش مکمل است. سبحان الله میگه. یعنی مولا علی قاری در شرح این حدیث میفرماید که و این چنین باقی مانده عمل ها همین چنین است. و انما خص الاربعه، چرا رسول الله صلی الله علیه و آله خاص کرد این 4 عمل را؟ چرا اینکه نصیب یک تعدادش نصیب نفسانی دارن. اذا كلما يمحزها الانسان الله، هر وقتی که اینها را خاص کند الله سبحانه و تعالی برای انسان، برای الله بکنه، یا که مثلا در بند بکنه به خاطر الله، دیگه او عملهاش هم دائما چیز میشوند، خب داخل میشوند. یعنی چیزی که میتی خاص به خاطر الله، نه به خاطر دیگر چیز، یگون چیز دیگه بتی، یا که بعد میبینی یگون کسا، یا که دوست میداری، به خاطر که الله سبحانه و تعالی هم چیز بعد میبینه تا انجامش دادی، هم به همون خاطر تر بعد، نه به خاطر دیگه مثلا چیز دیگه. و همچنین امام ترمذی هم از معاذ ابن انس لیکن روایت میکنه، ای دیگه صحابی، ای ابی امامه نه، همین حدیثه فقط استکمل ایمانه بدون الف لام، فقط استکمل الایمان نمیگه، فقط استکمل ایمانه در آخرش. خب وعن ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله، رواه ابو داود. یعنی ابو ذر غفاری رضی الله عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند افضل ترین عمل ها دوست داشتن در راه الله است و بد دیدن هم در راه الله است. ترین است که کسی که مسلمان او را دوست بدار، کسی کافر هم او را دوست بدار، منافق دوست بدار، کافر هم دوست بدار، مشرک هم نعوذ بالله، یا اینکه چیز بکن، تمیز نکن، نه، هر کس هم مقابلی همون عملی که یا که همون گفته الله رب العزت و پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب بخاطر که این مربوط به چیز ایمان میشه، و همون خاطر در کتاب ایمان اینها را جمع آوری کرده است امام خطیب تبریزی رحمه الله تعالی. و همچنین وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه. السلام علیکم و رحمت الله. اینترنتی مقطع شد. خب در این حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه روایتش میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان واقعی کسی است که سلامت بمونن مسلمان ها از زبان و از دست او. زبان خیلی چیزی خطرناک است، اگر کسی او را چیز نکنه، کنترل نکنه، و همچنین دست انسان. و المؤمن، مؤمن واقعی هم رسول الله صلی الله علیه و میگه من امنه، کسی است که در امن میمونن مسلمان ها، یعنی مردم از علی دمائهم، با خون خودشان و اموالهم و مالهای خودشان، به خاطر که این انسان کمال دیانت و امانت داره. رواه ترمذی و نسائی، حدیث به این شکل امام ترمذی، امام نسائی روایت میکنه. در روایت امام مسلم دیگه خیلی اومده است. خب یعنی
جعله امینا، ایرا در امن قرار میده، یعنی امینش قرار میده، امانت گزار، و قرار میدهن او رو، یعنی میگردن از دست او بر امن که خیانت نمیکنه در خون مردم، در ناموس مردم، در مال مردم. و امام بیهقی در شعب الایمان و امام احمد بن حنبل هم روایت میکنه بروایت فضاله رضی الله عنه و المجاهد من جاهد نفسه، میفرماید که مجاهد حقیقی کسی که جهاد میکند با نفس خودش. خب به خاطر که جهاد با کفار دائمی نمیباشه، بعضی وقت میباشه، بعضی وقت در سنگر، بعضی وقت نه، اما انسان با نفس خود دائمی در هر جا باید جهاد بکنه که در سنگر جهاد در مقابل دشمنم، به غیر او هم مثلا در خانه میوه با میباشه، در دیگر جا میباشه، مقصد چوکنه جهاد بکنه، نفس خود ای حرام، ای پلیدی، ای چیزا نگه بداره، در طاعت الله سبحانه و تعالی بکوشد. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، و مهاجری واقعی کسی است که ای خطا و گناه، ترک صغایر و کبایر دوری میکنه. خب وعن انس رضی الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له. انس بن مالک رضی الله عنه فرمود بسیار کم بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه بکنه و در او خطبه هاش همین گپ بگه نمیگفت. بسیار کم موقع میشید که هر خطبه میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش زد میکرد و میفرمود لا ایمان، یعنی ایمان نداره، یعنی بر وجه کمال، ایمان کامل، کسی که امانت دار نیست، فقط کارش خیانت هست مثلا، یعنی ای فی النفس والاهل والمال، نه در نفسش، نه در اهلش، نه در مالش، در هیچ چیز، در مال، در هیچ چیز چی نمیکنه، امانت نمیتونه نگه کرده. خب و دیگه ولا دین لمن لا عهد له، دینی کامل نداره کسی که عهد رعایت نمیکنه، پیمان رعایت نمیکنه، عهد شکن است، غدر میکنه در عهد، در یمین قسم میکنه یا عهد میکنه، غدر خیانت میکنه. خب در اینجا در مرقات المفاتح شرح مشکات المصابیح درباره این حدیث هم شرح میتیم که یعنی لمن لا عهد له بأن غدر، با اینکه غدر کرد در عهد و در یمین قسم پیمان، هذا الكلام و امثاله وعید، این کلام و مولان یمین کلام یک وعید است از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب یک زجر، یک سرزنش و نفی فضیلت ایمان از انسان میکنه. و بعض مشرحین حدیث شارحان میفرمایند که احتمالی دارد که حقیقت باشه، یعنی حقیقتا انسان از دایره اسلام خارج میشود. من اعتقد، یعنی کسی من اعتاد، عادت کرد همین امور رو و ایمان نه آورد به این امور، نگفت که ای چی خیانت کردم، بگی چی خیانت، کجا سوال جواب داره؟ من یک کس مالش خیانت کنم، خونش خیانت کنم، ناموسش خیانت کنم و همه عادت میکنه، هیچ پروایی نداره و حتی در فکرش هم نمیاد که همین مثلا من میگم من پرسان میشم یا خیانت کردن بگی. شارحین حدیث میفرمایند که ای با ای در امن نمیباشه که الله را چی میکند، با ای کاروش عذاب میتیه. میگه ایق ثانی الحال فی الکفر، این حال دیگه‌مش که با همین حالت انجام بتیه، همین خیانت رو، غدر رو، انسان در دایره کفر داخل میکنه، نعوذ بالله من ذلک. خب این فصل سیم میرسیم انشاءالله. یک دو حدیث هم از این میخونم برای شما، باز انشاءالله بعدین تو اینکه از پیش بابی کبایر میوه، علامات نفاق میوه، تو او بابا باز یک فصل هستی، یک چند حدیث شب خونیم.
عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. رواه مسلم. عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه میفرماید که من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگوید کسی که گواهی میدهد که هیچ معبودی بر حق نیست مگر الله سبحانه و تعالی و اینکه محمد علیه الصلاه و سلام فرستاده الله است، حرام میگرداند الله سبحانه و تعالی با انسان آتش جهنم را. خب وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی میمیرد و میدوند در حال اینکه او انسان میدوند به یقین، یعنی علم یقینی قطعی. خب که او انسان میدونه که الله سبحانه و تعالی یک و یگانه است، نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی، و انسان داخل الجنه داخل جنت میشوند. اینجا هم شارحین میفرمایند که اذ لیس فیه ما ینفی تلفظه به، یعنی در این هنگام چیزی نباشه در برابر اون که نفی تلفظش کنه بگو، لیکن واقعا در نواقض اسلام گرفتار باشه، خیلی نه. خب در حیاتش عمل کرده باشه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان. قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. یعنی جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن دو خصلت میباشند که واجب میکنن، واجب گرداننده چی است؟ انا انسان میشوند در دو چیز. یعنی یک مرد فرمود یا رسول الله او موجبتان چیزی که واجب میگردونن یا که ایجاب میکنن انسان را، اونا چی هستن؟ و دو خصلت گفت که کسی میمیرد و شریک قرار میدهد به الله سبحانه و تعالی چیزی را او داخل جهنم میشه و نعوذ بالله. و من مات و کسی میمیرد که شریک به الله قرار نمیدهد لا یشرک بالله شیئا دخل الجنة. رواه مسلم. خب انشاءالله که در این دو حدیث هم برای شما ذکر کردیم از این باب، این فصل هم دوام میتیم درس دیگه. الله سبحانه و تعالی ما را به این حدیث هایی که از کتاب مشکات برای شما خواندیم انشاءالله نفع جزیل بتیه و الله رب العزت همه ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت بفرمایه. و سبحانك اللهم و بحمدك و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.